به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام بینندگان عزیز. بخش نوبتی برنامه خبری پیام نیوز را آغاز می‌نماییم. در استودیو با شما شهرت رحمت الله. اینک متوجه باشید به سرخط مهمترین خبرهای روز. مهاجران تاجیک در قزاقستان به دست راهزنان افتادند. صف صاحبکاران در تاجیکستان از حساب ادوکات‌ها پر می‌شود. من بعد هر کسی که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را تحقیر میکند به 5 سال زندان محکوم می شود. در تاجیکستان روزهای 3 و 4 نوامبر بارشات شدید و شمال سخت در نظر گرفته شده است. 4 نفر شهروندان تاجیکستان نور محمد صمد سال تولدش 6 اوگوست سال 1964، جمیلوف بهرام خلیلویچ سال تولدش 20 ایون سال 1978، پیروف لشکرخان کریمویچ سال تولدش 11 ایون سال 1986 استقامت کنندگان ناحیه میر سعید علی حمدانی و کریموف عبدالرشید اولیمویچ سال تولدش 17 اپریل سال 1981 استقامت کننده شهر دوشنبه را در شهر ترز قزاقستان هنگام سفر از روسیه به تاجیکستان با 3 ماشین بارکشان که همه ماشین ها پوری بار بودند، 6 نفر شخصان نامعلوم آنها را بازداشت نموده از شهر بیرون میبرند. خودشان و ماشینشان را مورد کافت و کاپ قرار داده از داخل ماشین تلفن های هوشمند و 255,000 روبل روسی آنها را ربوده از جای حادثه غیب میزنند. شهروندان تاجیکستان بعد این حادثه از یک تلفن همراه که دور از نظر ربایندگان مانده است به رقم 102 زنگ میزنند. پلیس شهر و گروه فوری اپراتیوی به جای حادثه می آید و خود شهروندان تاجیکستان را از جای حادثه بازداشت نموده به اداره پلیس شهری ترس می برند. پلیس شهری ترس پرونده باز نموده این 4 شهروند تاجیکستان را مورد پرسجو قرار می دهد. بعد پرسجوی شهروندان تاجیکستان پلیس شهر ترس اثنای جستجوی جنایتکاران 3 نفر بازداشت می کنند و آنها از طرف جبردیدگان شناخته می شوند. معلوم می شود که 2 نفر جنایتکاران کارمند پلیس همین شهر بودند. بعد از تو دیگر آمدیم رفتیم اقفون ما دیگه سطر دیگه آمدم کتربانده گفته و گرجت کردن عروض داشتن دتش فرمای ملیسگی داشت 6 نفر بودن قپیدن پولمون اپا نشمانت کردن گرفتن جنبیدنی من نموندن ای پیشی ماشین گبزنی من نموندن دزدی کردن و گرجت ممکن که اول عدل میبریم بعد گفتن که میبریم چه گرانچه میگذرانیم تون گریختن گم شیدم بعد دیگه در بین لیست در یک توپیک ما بعد اومدیم اون پاسیولکا پریکروس که بی بیویش از تاری پوسته زنگ زدیم یک تلفن زمانه گرفتن یک تلفن منو یافتیم ای تشیدینی ده همه پولمونا گرفتم با تلفن 102 زنگ زدیم 112 زنگ زدیم اومدن اپراتیونی گروپ اومد نچلنیکو تو سارا گفت کوکان گفتن که ما میویم تو ابیتا تو پگا ام ابیت 12 شب بود تو پگا به چه یافتن اورا کورکنوی ساترود نیگو دستن هم باینخ چون کتربانده بود عدلی از بردن دیلا و دفتر منکدن من اول گفتن که تو بگر اتون تو نمیتین رویتون میکنیم یا رسود میکنیم بعد گفتن کاروچی کارو برن بیزی باین چوتا نشیده است 3 نفر شا قپیدن ما شناختیمشون گفتیم این همیان اپزدان ایده بردن ما این دینا باید بود میکن امروز تو وگره این اصلا من نیومدن نمی شتگیم یک کوارتیر داوردن جمعون کدنه 255,000 روسی منا گرفتن دیگه سوم نداریم که مقصد رب برویم پاسپورت سای تاجیکستان زنگ زدن در الماتو زنگ زدن بیاین زیاولینی بنویسن ما گفتیم ما نداریم قوت غیرتی رفتن ما این نواز یک خونه در محکمه بیرم برومدن نمیتونیم ما ای بانک ای تاجیکستان پول منتهامشی زنگ زدن سوم روی کدن گرفتیم. شهروندان به دست راهزنان قزاق افتاده تاجیک به کنسولگری تاجیکستان در شهر الماتای قزاقستان زنگ زده کمک حقوقی میپرسند. اما مسئولین کنسولگری تاجیکستان در شهر الماتا به آنها پاسخ داده میگوید که شما باید به الماتا آمده رسما مراجعت کنید. در صورت نبودن عریضه رسمی ما به شما هیچ کمک کردن نمیتوانیم. کنسولگری تاجیکستان در شهر الماتای قزاقستان که خود را ستار خالمرادوف معرفی کرد در جواب به خبرنگار پیامنت در حقیقت تصدیق کرد که به آنها در این باره شهروندان تاجیکستان زنگ زدند. من کنسولم ستار خالمرادوف
با ما هیچ کس مراجعت نکرده است. تا حال ما وای مقامات مراجعت کردیم ولی تا حال ما دوای هیچ جواب ندادن. با همین خاطر از ما چی گفتن نمیتونیم تمام. آنها باید وای قاعده قطعی باید ما پلیس وقتی قبید ما رو مراجعه با ما خبر باید میداد یکم. دیومش که یا میگن که ما 3 نفر در آزادی است 3 نفر وای است. همین خاطر ما خواهش کردم که یک نفر اونها بیاد همینجا نویسد که چی کار شده است. ما در عریضه در کار است که در اساس از ما مقامات مراجعت کردیم که در حقیقت هم خیلی کار شده است همین حالت شده است. از همین خاطر ما ولی وای کردیم یاد مراجعت کردیم تا با اول ما در جواب ندادن ولی ما انتظاریم. او 400 کیلومتر از ما دور هستند 400 کیلومتر ما الماتایم و ترازده. از همین خاطر ما یاد بر اومدیم که وای کنن ولی یگان وای جواب ندادن که ما از تاریخ رسمی وای نکردن ما تصدیق نکردن که در حقیقت همین کار شده است. از همین خاطر ما هیچی گفتن نمیتونیم ولی یگان معلوماتی رسمی نداریم که در حقیقت هم خود کار شده است یا کنترابند شده است یا وای اگرابلینی شده است هیچی ما معلوماتی وای نداریم. در غربت افتادگان توجیک میگویند در یک حالتی وهیم هستند. از تاجیکستان برای آنها پیوندانشان مبلغ روان کرده اند ولی آن مبلغ هم تمام شده گرسنه و تشنه طولی چند روز است در یک خانه که پلیس شهر ترز در آنجا آنها را مسکن داده است قرار دارند. نصرتالله دولتزاده رئیس کمیته انداز تاجیکستان قرار را امضا کرده است که بر اساس آن وکیلان مدافع با صاحبکاران انفرادی مساوی می شوند و باید به دولت همچون صاحبکار انداز پرداخت کنند. بر این اساس وکیل مدافع باید 6% از درآمد خود را همچون انداز اجتماعی و 1% را به بودجه دولتی پرداخت کنند. همچنین وکیلان مدافع در تاجیکستان موظف هستند که از کمیته انداز شهادتنامه بگیرند. با وکیلان دفاع به شرط کمیته انداز شهادتنامه می‌دهد که آنها در وزارت عدلیه از اتستاسیا گذشته صاحب لیسانسیه اجازه فعالیت ادوکاتی شده باشند. این در حال است که از میانی بیش از 2000 نفر از افراد شرکت کننده در اتستاسیای وزارت عدلیه تاجیکستان تنها 461 نفر صاحب اجازتنامه فعالیت وکیل مدافع شدند. بر اساس قانون نو جمهوری تاجیکستان درباره ادوکاتورا شخصانی دارای دو شهروندی و داغ سودی داشته از حق فعالیت به حیث وکیل مدافع محروم شدند. کارشناسان بر اینند که وزارت عدلیه تاجیکستان با این قانون افرادی مخالف با سیاست‌های حکومت این کشور را از حق وکالت محروم کرده است. من بعد هر کسی که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را تحقیر میکند به 5 سال زندان محکوم می شود. این پیشنهاد برای تغییرات به کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان از جانب شورای مجلس نمایندگان پیشنهاد شده حکومت خلاصه مثبتش را نیمه ماه اکتبر ارائه نموده است. این پیشنهاد را امامعلی رحمان با امضای خود جانبداری کرده است. طبق اطلاع رسانه‌های محلی تغییرات مذکور 13 اکتبر سال روان به مجلس نمایندگان ارسال گردیده است اما رسما تا حال از جانب وکیلان قبول نشده است. در صورت قبول این تغییرات برای تحقیر پیشوای ملت از جمله طریق اینترنت یا رسانه‌ها جزا در شکل جریمه تا 500 نشان دهنده یا 5 سال زندان تطبیق خواهد شد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان عین حال دارای عنوانهای قانون اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، اساسگذار استقلالیت تاجیکستان، سرفرمانده قواهای مسلح، پرزیدنت کمیته المپی تاجیکستان بوده حق یکمره پرزیدنت و پیشوا بودن خود را نیز قانونی کرده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده جمهوری اطلاع می‌دهد که روزهای 3 و 4 نوامبر در تاجیکستان یکباره پایین‌روی حرارت، بارشات شدید و شمال سخت به نظر گرفته شده است. در ناحیه‌های تابع مرکز و منطقه جنوبی جمهوری روز جمعه فرآمدن مقدار زیادی چنگ و غبار پیش بینی می‌شود. بنا به معلومات کمیته در یک قطار منطقه ها بارشات شدید باران و شمال سخت در نظر بوده روزانه حرارت 10-15 درجه گرم می شود. در موضع های دامنکوه بارشات شدید پیش بینی شده. در این رابطه کمیته شهروندان را آگاه می سازد که با احتیاط و هوشیار باشند. چون این آب و هوای نامساعد بر رفت کارهای کشاورزی، چرانیدن چاروا در چراگاه‌ها، حرکت نقلیات و فعالیت کارخانه‌های علاقه، بخش انرژتیکا و خدمات کمونالی مشکل ایجاد کرده می‌تواند. اکنون مختصر از خبرهای منطقه و جهان.
айёд маданӣ дабири кулли созмони ҳамкории исломӣ дар нишасти фавқулодаи созмони ҳамкории исломӣ аз симати худ истеъфо дода ва Юсуф Али Симин ба ҷои ӯ таъин шуд. гуфта мешавад изҳороти тамасхуромези айёд маданӣ алайҳи Абдулфаттоҳ Сиси раис ҷумҳури Миср ки бо мухолифати бисёре аз кишварҳо мувоҷеҳ шуд иллати ин истеъфо будааст. раҳбари давлати исломӣ Абубакр ал-Бағдодӣ ҳанӯз ҳам дар ҳудуди шаҳри Мосули Ироқ қарор дорад. дар ин бора расонаҳо бо такя ба гуфтаи раҳбари дастгоҳи президенти Курдистони Ироқ Фуад Ҳусейнӣ хабар додаанд. Фуад Ҳусейнӣ изҳор дошт ки ҳукумат аз якчанд манбаъ маълумот дорад ки ал-Бағдодӣ ҳанӯз ҳам дар Мосул аст ва агар ӯро маҳв созанд он гоҳ тамоми низоми давлати исломӣ барҳам хоҳад хӯрд. дафтари созмони Amnesty International ва ё Афви Байнулмилал дар пойтахти Русия баста шудааст. солҳои ахир созмонҳои ҳуқуқи башар дар Русия ки кӯмакҳои хориҷӣ дарёфт мекунанд таҳти фишори ҳукумати Москав қарор доранд. дар соли 2012 Русия қонунеро ба тасвиб расонд ки тибқи он ташкилотҳои ғайриҳукуматие ки аз хориҷ кӯмак дарёфт мекунанд ва ба фаъолиятҳои сиёсӣ мепардозанд ҳамчун ҷосуси хориҷӣ шинохта мешаванд. бинандагони азиз, инҷо барномаи хабарии Паём Ньюз ба поён расид. шарҳи муфассали хабарҳои моро аз пойгоҳи хабарии Паёмнет ва гузоришҳои видеои моро аз YouTube пайгирӣ намоед. бароятон хабарҳои хуш ва хушиҳои зиндагиро таманно менамоем. то бахшҳои навбати хайр, худо ҳофиз.